بدان دریچه‌ای به سوی آگاهی. محبوبه هستم. سلام، من ساناز هستم و خوشحالیم که امروز با اولین ویدیو قرار هست با شما صحبت کنیم. به کانال ما ودان خوش اومدید. ودان از ریشه ود به معنای آگاهی و دانستن میاد و ما این اسم رو برای این کانال انتخاب کردیم به خاطر اینکه اینجا هستیم که تجربیاتی که تا الان به دست آوردیم رو با شما قسمت بکنیم و هم به آگاهی خودمون اضافه بکنیم هم به آگاهی شما. در واقع سفری که هر کدوم از ما جداگونه توی یک جایی زمانی شروع کردیم، این انگیزه و این انرژی رو به ما داد که این تجربه هایی که توی این سفر شخصی جمع آوری کردیم رو از طریق یه سری ویدیوها که قرار هست توی کانال یوتیوبمون و توی پادکستمون پخش بشه و همینطور توی کانال اینستاگرام با شما شریک بشیم، با این امید که حرفی، کلامی، جمله‌ای به دردتون بخوره و راهی رو برای شما هموار کنه یا توی مسیر سفر شخصی که در پیش گرفتیم و شروع کردیم بتونه کمکی باشه که بتونید این سفر رو راحت‌تر و آگاهانه‌تر و با آرامش بیشتری این سفر رو ادامه بدید. در واقع دلیلی که ما اینجا نشستیم اینه که به شخص من یه 8 سالی هست که مسیر آگاهی رو سعی کردم داخلش قدم بذارم و یه مقدار بیشتر خودم رو بشناسم، جهان رو بشناسم، محیطم رو بشناسم و 7-8 سالی هست که مدیتیشن انجام میدم. مدتی هم هست که کلاس های مدیتیشن برگزار میکنم و دیدم که این پخش آگاهی یا این آگاهی دادن به آدم ها و یه جورایی کمکشون کردن و در کنارشون بودن چقدر احساس قشنگیه و دوست داشتم که این احساس رو بیشتر رو با آدم‌های بیشتری قسمت کنم. خیلی هم عالی و ما هم از طریق همین کلاس ها بود که در واقع با هم آشنا شدیم. کار اصلی من هم کار نوشتن و موزیک هست و از سال 2021 در واقع یه سری کارگاه هایی رو هم برگزار میکنم که نه فقط تجربه هام رو در اختیار قرار میدم بلکه خیلی خیلی بیشتر از اون چند برابرش هم یاد میگیرم و توی یکی از این کارگاه ها بود که با هم میتونستیم آشنا بشیم و این دایره هر روز داره وسیع‌تر و وسیع‌تر میشه و واقعا میگم نه فقط ضبط این ویدیوها، اصلا صحبت کردن در مورد موضوعاتی که به خود من کمک کرده، هر لحظه که در موردش صحبت میکنیم لذتش چند برابر میشه و طی این صحبت ها هست که خود من میفهمم که چقدر چیزای جدید دیگه ای رو میتونم یاد بگیرم که به ادامه سفر خود من، سفر شخصی خود من خیلی کمک میکنه. دقیقاً. پس با ما همراه بمونید و امیدواریم که این ویدیوها به دلتون بشینه. موضوع امروز ما نظام باورها هست و میخوایم کمی راجع به این صحبت بکنیم که نظام باورها چیان و چطور به وجود اومدن. باور در واقع چیزهایی هست که ما از بدو تولد در واقع توی خودمون ثبت کردیم و این ثبت باور هیچ وقت آگاهانه نبوده. چیزایی هست که ما شنیدیم، دیدیم، هیجاناتی هست که تجربه کردیم و از طریق اونها در واقع یک سری چیزها، یک قفسه‌ای رو برای خودمون از باورها تشکیل دادیم و از طریق این باورها هست که در واقع بعداً وارد زندگی شدیم و این باورها هستن که در واقع نحوه دید ما نسبت به زندگی، نسبت به رابطه، نسبت به خودمان، نسبت به کار و خیلی چیزای دیگر رو تحت تاثیر قرار داده. این در واقع یک حالت کلی، تعریف کلی از باور هست و اینکه چجوری میتونیم متوجه بشیم که یک باوری سازنده و کمک کننده هست و چه باوری محدود کننده و باور سازنده ای نیست، اینها رو در طی ویدیوهای بعدی و یا حتی این ویدیو هم بهش اشاره خواهیم کرد و اینکه مباحث دیگه که چجوری میتونیم باورهایی که سازنده نیستن و محدود کننده هستن رو با باورهای دیگه بتونیم جایگزین کنیم که به ما بیشتر کمک کنه به رشد شخصی ما. در واقع باورهای ما در سن از بدو تولد تا حدود سن 5 سالگی بیشترین زمانی هست که این باورها شکل میگیرن، چون کودک فقط در حال دریافت کردنه و فقط داره در واقع مغز کودک از محیط اطرافش، مخصوصا از پدر و مادرش که الگوهای اولیه زندگیش هستن، اطلاعات دریافت میکنه و این اطلاعات رو به عنوان باور درون مغز خودش ثبت میکنه و در واقع تا میرسه به سن نوجوانی که در سن نوجوانی یک مقدار
کودک نوجوان شروع میکنه به سوال پرسیدن و شاید بتونه این باورهایی که تا از کودکی تا نوجوانیش در واقع جمع کرده رو تغییر بده یا متوجه این باورها بشه. دقیقاً. یعنی دوره بلوغ در واقع دوره‌ای هست که همه ما در واقع اولین بار هست که شروع می‌کنیم باورها رو زیر سوال ببریم، ولی آیا این امکان رو داریم که اونها رو بتونیم شناسایی کنیم و یا تغییر بدیم؟ این میتونه بعداً در مرحله‌های بعدی زندگی اتفاق بیفته. اینکه چجوری متوجه میشیم یک باوری سازنده نیست یا باوری هست که محدود کننده هست، برای خود من همیشه یک نشانه هست زمانی که از یک واقعیتی، از یک اتفاقی که توی زندگیم افتاده، وقتی که زجر رو تجربه میکنم، وقتی که از اون شرایط راضی نیستم، این در واقع این راضی نبودن، زجر کشیدن نشانه ای هست برای اینکه من رو برسونه به اون باوری که در من ثبت شده، در من ذخیره شده. دنیایی که در واقع ما در بیرون از خودمون داریم تجربه میکنیم، این دنیا امتداد و انعکاس دنیای درونی ماست. در واقع باورها هستن که به صورت افکار خودشون رو نشون میدن. باورهایی هستن که فکر رو تولید میکنن، این فکر احساس رو تولید میکنه، احساس میاد عمل و گفتار ما رو تحت تاثیر قرار میده و از طریق این مجموعه هست که در واقع ما انگار یک موتورخونه‌ای توی وجود خودمون داریم که داریم به تولید انرژی میپردازیم و این انرژی ها از درون ما به بیرون انعکاس داده میشه و چه چیزهایی رو به سمت ما میاره؟ در واقع انرژی هایی که با اون انرژی هایی که ما به بیرون فرستادیم همخونی دارن. در واقع انگار ما با باورهایی که داریم یک نوع لیست خریدی رو تهیه میکنیم و این لیست خرید بدون که بدونیم به بیرون فرستاده میشه و ما در واقع انگار کالاهایی که غیابی سفارش دادیم از طریق باورهامون اونها رو دریافت میکنیم. حالا مثالهای این باورهای ناسازگار در واقع چه چیزهایی هستن؟ مثلا فردی که داخل ارتباطاتی قرار میگیره که بهش خیانت میشه. سوالی که مطرح میکنه اینه که چرا همه رابطه های من اینجوریه؟ چرا همه آدم هایی که سر راه من قرار میگیرن به من خیانت میکنن یا دروغ میگن؟ یا افرادی هستن که سرکوبگر هستن، منتقد هستن، مداوم فرد احساس میکنه مورد انتقاد واقع شده. و یا مثلا فردی که سر کارش احساس میکنه که تحقیر میشه. خب میگه که اوکی این رئیس من اینجوریه، کارش عوض میکنه، رئیس بعدیش هم اینجوریه. مداوم در واقع توی شرایط یا اتفاقاتی قرار میگیرین که تکرار شونده هستن و هر موقع زمانی در زندگیتون اتفاقات سنگین، سخت یا اتفاقاتی که دوستش ندارین و اذیتتون میکنن میفته که تکرار شونده هستن، اونجا جاییه که میتونین توجه کنین به باورهاتون و برگردین به خودتون ببینین چه باور اساسی درون شما ایجاد شده و وجود داره که باعث به وجود اومدن این اتفاقات درون زندگیتون شده. ما در واقع از طریق باورهایی که تو خودمون ثبت کردیم در واقع برای خودمون یک منطقه امنی رو درست کردیم. این کامفورت زون یا این منطقه امن به این معنی نیست که حتما فقط چیزای امن و قشنگ و دوست داشتنی توش جمع شدن. نه، منطقه امن در واقع منطقه شناخته شده است. منطقه‌ای هست که مثلا فرض کنین شامل رفتارهایی هست که ما توی ساختار خانوادگیمون دیدیم، توی جامعهمون دیدیم، توی فرهنگی که توش بزرگ شدیم. اینا من به خوب و بد بودنش، سازنده یا ناسازنده بودنش کاری ندارم. چیزایی هست که ما یاد گرفتیم، شناخته شده است برای ما و از طریق اینها در واقع ما سیستم باورهامون رو تشکیل دادیم و اگر بهش آگاه نباشیم از نقطه صفر تا انتهای زندگیمون ما فقط توی این محدوده‌ای که برای خودمون از طریق این باورها ساختیم خودمون رو حرکت میدیم و طبیعیه وقتی که توی این محدوده حرکت میکنیم تجربه ها هم در واقع تجربه های شناخته شده‌ای خواهند مشابهی خواهند بود. و تصور کنید مثلا اگر توی خانواده‌ای بزرگ شدیم که پر از خشونت بوده، پر از نامهربانی ها بوده، این در واقع منطقه امن ماست. ما رفتارهایی که یاد گرفتیم رفتارهای پرخاشگرانه‌ای بوده، رفتارهای ناسالمی بوده و همین الگو رو ما در واقع برمی‌داریم توی خودمون هم می‌کنیم و این چیزایی هست که
به صورت آگاهانه ما این دست به این انتخاب‌ها نمی‌زنیم، کاملا ناخودآگاه و ناآگاهانه اتفاق میفته. همین رفتار رو ما در واقع توی خودمون هم میکنیم و وارد زندگی شخصیمون میکنیم. مثلا اگر توی مرحله‌ای هستیم که قرار هست یک پارتنر رو برای خودمون انتخاب کنیم، به طور کاملا ناآگاهانه ما سراغ سمتی میریم که کمک میکنه که ما دوباره همون رفتارها رو بتونیم تکرار کنیم. دقیقاً. به خاطر اینکه محیط آشنا یا اون کامفورت زونی که ما برای خودمون در واقع مغزمون یا اون ناخودآگاهمون ایجاد کرده محیط آشناییه. در واقع سیمکشی های مغز اونجوری عادت کرده براش و بودن داخل اون محیط انرژی خیلی کمتری از بدن و مغز میگیره تا زمانی که تو بخوای کاملا اون محیط آشنای خودت رو رها کنی، بری وارد یک محیط ناشناخته بشی و بخوای تازه کشف کنی که آیا چه چیزهای دیگه وجود داره. و محیط ناشناخته خیلی مخصوصا اولش ترس خیلی زیادی با خودش به همراه میاره که این ترس خیلی وقتا میتونه باعث بشه که ما نخوایم شروع بکنیم، نخوایم ادامه بدیم داخل اون مسیر، چون اون ترس اونقدر عمیق میشه، اونقدر بزرگ میشه که اینجوریم که ولش کن، بذار برگردم به همون محیط امنی که داشتم. ولی اگر با اون ترس مواجه بشین، شاید ترس هیچ وقت از بین نره، شاید فقط عادت کنید که چطور بتونید در کنار این ترس توی اون محیط ناشناخته ادامه بدید، ولی نتیجهش قطعا نتیجه جالبی خواهد بود. این ترسی هم که میاد کاملا طبیعیه، چون ببین مثلا این رو ما یاد گرفتیم، ما وقتی که وارد فضایی میشیم که هیچی رو نمیتونیم ببینیم، همه چی تاریکه، ناخودآگاه دچار ترس میشیم. یعنی ترس از تاریکی هست، ترس از این هست که ما تو اون اتاقی که تاریک است، هیچ نوری نیست، نمیدونیم به کدوم سمت باید حرکت کنیم. ولی وقتی که یک نور کوچولویی اصلا میاد، حتی مثلا میگم به اندازه یک واقعا به شکل یک باریکه نور، وقتی که اعتماد میکنیم اونجا من یک راه رو دارم میبینم، اونجا یک در رو میبینم، بعد شروع میکنیم آهسته آهسته، چشامون عادت میکنه، به محیط عادت میکنیم، میتونیم با قدرت بیشتری را بریم. مسیری هم که ما در واقع شروع میکنیم توی مسیر آگاهی همین هست. در واقع آگاه میشیم به باورهامون و شروع میکنیم این باورهایی که ما رو توی یک محیطی قرار دادن که در واقع محیطی هست که ترسناک هست، محیطی هست که تلخ هست، محیطی هست که دردناک هست. در واقع میخوایم یک نوری از طریق آگاهی وارد این محیط بکنیم که بتونیم کم کم راه خودمون رو پیدا کنیم. یعنی این ترس کاملا یک ترس طبیعی هست. حتی یک ترس، میگم وقتی که بدن وارد مقاومت میشه، یک چیزی هست که توی بیوشیمی بدن ما یه تغییر ایجاد میشه، کاملا چیز طبیعی هست، ولی به این معنی نیست که راه اشتباه هست. و زمانی که میگم متوجه باورهامون میشیم که بله باورها قرار هست تغییر پیدا کنه، این رو داریم میگیم که چون قرار هست توی ویدیوهای بعدی در مورد این صحبت کنیم که چطوری میتونیم باورها رو تغییر بدیم و این تغییر درسته با متدهای خیلی ساده‌ای قرار هست انجام بشه، ولی سادگی به معنای راحتی نیست. خیلی ساده هست ولی حتما لزوما راحت نیست. به خاطر همین از الان داریم باتون در موردش صحبت میکنیم که وقتی که شروع میکنیم باورها رو تغییر بدیم، باورهای نو رو جایگزین کنیم، باورهایی که خودمون انتخاب کردیم رو، ترس کاملا یک چیز طبیعی هست، شک کاملا طبیعی هست، مقاومت کاملا یک چیز طبیعی هست، ولی دلیل بر این نمیشه که شانس تجربه یک زندگی جدید رو از خودمون بگیریم. اینکه در واقع هر زمانی با مشکلی که روبرو میشیم، این جمله هست که من نمیدونم کی این جمله رو گفته، ولی یه جمله بود که خود من خیلی کمک کرد و خیلی بهم انرژی داد. اینکه زمانی که با یک مشکلی مواجه میشیم، قرار نیست چیزی رو حل کنیم، قرار هست چیزی رو بفهمیم، یک درسی که قرار هست در مورد خودمون یاد بگیریم. و این جمله به من کمک کرد که مشکلات رو به شکل یک صحنه آزمایشگاهی ببینم که در اختیار من قرار داده شده که من این مشکل رو آنالیز کنم، که بفهمم، تجزیه تحلیلش کنم، که بفهمم اصلا چه باوری باعث شده که من این تجربه رو توی زندگیم خلق کنم. و مسئله خلق کردن تجربه ها، یعنی خلق کردن واقعیتی که ما داریم تجربه میکنیم، هم به من خیلی خیلی کمک کرد که از اون منظر
از اون جایگاه قربانی بودن بیام بیرون و با یک قدرتی، با یک اشتیاقی بتونم واقعا این مسیر رو ادامه بدم که بدونم اوکی هر اتفاقی که دارم تجربه میکنم اینجوری نیست که بقیه عالم و آدم دست به دست هم دادن، توطئه کردن که در واقع من این حس رو داشته باشم. نه، انتخاب هایی بوده که من ناخودآگاه این چیزها رو انتخاب کردم و منی که تونستم با باورهای ناکارآمد و منفی خودم تجربه های منفی رو درست کنم، اوکی همون شخص دوباره من هستم و این امکان رو دارم، این اختیار رو دارم که باورهایی رو انتخاب کنم که به تبع اون بتونم یک واقعیت جدید رو خلق کنم. موضوع قربانی بودن که گفتی خیلی خیلی موضوع مهمیه، چون یکی از اصلی ترین چیزهایی که باعث میشه ما برنگردیم به باورهای خودمون نگاه کنیم یا بخوایم زندگیمون رو تغییر بدیم یا باورهامون رو تغییر بدیم همون احساس قربانی بودنه. چرا؟ چون احساس قربانی بودن خیلی احساس ساده تر و آسون تر از اینیه که تو از اون بگذری. مثلا میگم این که من بشینم بگم پدرم مقصر بود، مادرم مقصر بود، این شانس من بود، دنیا اینجوری برای من خواست، خیلی آسون تر از اینه که پاشم برای زندگیم بجنگم. بنابراین شاید اولین قدمی که داخل این مسیر آگاهی آدم میتونه برداره همین اینه که بپذیریم ما مسئول زندگیمون بودیم، بپذیریم که حتی اگر اشتباهاتی هم از خانوادهمون سر زده اونا کاری رو انجام دادن که در توانشون بوده، اونها رو ببخشیم و بپذیریم که از اینجا به بعد زندگیمون ماییم که برای زندگیمون قراره تصمیم بگیریم. دقیقاً. این مسئله بخشش خیلی خیلی مسئله مهمی هست این مسیری که داریم میریم، چون همه آدم‌ها طبق بر پایه و اساس باورهایی که دارن رفتار میکنن. پس اگر توی خانواده بزرگ شدیم که باورهای محدود کننده به ما تزریق شده، این نباید دلیل باشه که ما بیایم مثلا پدر مادر یا افرادی که ازشون در واقع یاد گرفتیم رو به شکل مجرم یا مقصر ببینیم. اونا در واقع همون کاریو کردن، همون باوری رو پیاده کردن که توی ذهنشون داشتنش و شاید این فرصت رو نداشتن که بتونن باورهاشون رو زیر سوال ببرن یا یک جوری دیگه بخوان به زندگی نگاه کنن. به خاطر همین این پرونده رو میتونیم واقعا با بحث بخشش ببندیم و بگیم که اوکی هر اتفاقی که افتاده اتفاقی بوده که توی زمان گذشته اتفاق افتاده و ما الان توی زمانی هستیم که میتونیم دوباره خلق کنیم و این خلق رو میتونیم با استفاده از با ثبت باورهای بهتر، مناسبتر و آگاهانه تر این خلق رو خیلی خیلی راحتتر و خیلی با آرامش بتونیم پیش ببریم. خیلی عالی. همراه ما بمونین. در قسمت‌های بعدی بیشتر راجع به این موضوعات صحبت خواهیم کرد، بیشتر مثال‌های شخصی خواهیم زد، راهکارهای ساده ولی شاید نه زیاد آسونی رو پیشنهاد خواهیم داد و اگر دوست داشتین میتونید داخل کست باکس هم به پادکست ما به همین اسم گوش بدید. کانال کاروان آگاهی توی اینستاگرام هست که این ویدیوها رو اونجا هم پخش خواهیم کرد و کامنت های شما نه فقط کمک میکنه به ما که از تجربه های شما استفاده کنیم، که به ما یک انگیزه هم میده که بله هستن پشت دوربین کسایی که به ما گوش میدن و این انگیزه رو از همین الان قدرش رو میدونیم، ازش استقبال میکنیم و خوشحالیم که باهاتون همسفر هستیم. مرسی که امروز همراه ما بودید. مرسی.